من یک قصه بگویم، یک واقعیت بگویم که برای خود و برای همه عبرت و درس باشد. یکی از برادران ما یک سفری خارجی داشتیم، در هواپیما با هم نشستیم و در روش صحبت از پدر خود و از مرحوم مادر خود قصه کرد که بسیار پندآمیز است. اگه مادرم بیمار شد، خسته شد، ما پنهان میکردیم از اون بیماری سرطان، یعنی بیماری خطرناک، ما پنهان میکردیم که درک نیابد. بالاخره کسی میگوید که گفته استش. بچه ها را همه فرزنده را فریاد کرد، گفته بچه‌ام فرزندام. ولی دخترها هم بودن، میگه دخترها نبودن. ما بچه ها را فریاد کرد، میگه گفت که بچه‌ام ما با پدرت بسیار زندگی شیرین گذروندیم تا حاضرم. من از پدرت هیچ عذری تا حال از پدرتون ندیدم. پدرتون رو از صمیم قلب دوست داشتم و دوست می‌دارم و سزاوار دوست داشتنم هست. ببینید در حالت وزین ترین پیش از سکرات موت، حالا که دیگر من به بیماری مبتلا شدم که از این نجات نیست. در حق من خواهش من همین که دویم دعا کنید، اما من وفات کردم حتمی به پدرتون بکوید یک زنی خوبی بدهید و پدرت تنها نماند، تنها خواب نرود، خور نشود، کسی باشد که نگاه بینش کند، چرا که انسان در پیری نیاز به زن و به نگاه بینی دارد. ببینید این زن، این زن جنتی، این مادر جنتی پیش از مرگش به فرزندانش چی توصیه و چی نصیحت. حالا ببینید مناسبت اینه که حتی با زن ببینید انسان چقدر با قدر میکند. بعدی میگوید خدا رحمت کند مادر از دنیا گذشت. گفتیم که پروردگار رو این وصیت مادر ما رو برای ما نصیب روزی بگردون که عملی کنیم و جستجو کردیم همه فرزندو. گفتیم که هر جایی که میابید یگان زنی که حالا دیگر آداب داشته باشد، اخلاق داشته باشد، نیتی نیک داشته باشد، قلبی صاف و پاک داشته باشد، هر چی که با کدام شرایط و با کدام شرط و شروطی که میخواهد ما راضی شویم و بیاریم پدرمون تنها نباشد. بیاد الحمدلله. حالا نمیدونم میگوید دعای مادرمون بود که برای پدرمون، یا که دعای ما بود که گفتیم که پروردگار رو برای ما توان بده که وصیت مادر رو عملی کنیم، یا چی بود میگوید یک زنی رو رفتیم خودش مصلحت کردیم، به خلاصه اومدیم آوردیم نکاح کردیم، به پدر دادیم. بهترین انسان و بهترین همچون مادر هممون دوستشون میداریم.